والدین عزیز، حاملگی شما را تبریک می‌گوییم. سلامت و آسایش فرزند شما برای ما بسیار مهم است. هنگام زایمان، اطلاعات زیادی کسب می‌کنید که خیلی از اوقات به خاطر سپردن همه آنها در چهارچوب این رویداد مبارک بسیار دشوار است. از این رو، مایلیم شما را در دوران حاملگی در مورد موضوع بسیار مهمی درباره ایمنی فرزندتان پس از تولد آگاه کنیم. بلا فاصله پس از زایمان، اگر حال مادر و نوزاد خوب باشد، تماس پوست با پوست یا باندینگ انجام می شود. این به آن معناست که ماما نوزاد را روی سینه مادر قرار می دهد تا تماس مستقیم پوستی داشته باشند. مادر و فرزند می توانند برای اولین بار با یکدیگر آشنا شوند. این امر پدیده بسیار زیباست. برای انجام تماس پوست با پوست، بدون به خطر انداختن کودک، اقدامات زیر مهم است. کودک باید در حالتی روی شما خوابانده شود که ایمن باشد و همیشه راه‌های تنفسیش باز باشد. به این ترتیب که سرش به پهلو قرار داشته باشد. راه دهان و بینی باز و بدون پوشش است. سرش کاملا صاف به پهلو قرار دارد. یعنی بیش از حد به جلو و یا عقب خم نشده است. سینه نوزاد روی شما قرار دارد. پاهایش باید جمع باشد. برای اینکه نوزاد به خوبی گرم باشد، روی او یک رو انداز می کشیم. طبیعتاً ماما برای درست قرار گرفتن فرزندتان به شما کمک می کند. حالا می توانید توجه خود را کاملاً متوجه فرزندتان کنید. در همین حالت و بدون اینکه مزاحم شما باشیم، می توانیم معاینات ساده متعارف را انجام دهیم. لطفاً توجه کنید که هنگام شیردهی و تماس پوست به پوست با نوزاد خوابتان نبرد. این مطلب هم در مورد اتاق زایمان و هم در مورد بخش پس از زایمان صادق است. اگر خسته هستید و مایلید بخوابید، کودک را در تخت کوچک خودش به پشت بخوابانید. به این ترتیب از افتادن نوزاد از تخت یا محدود شدن تنفسش جلوگیری می شود. لطفاً فرزندتان را در تخت خودتان نخوابانید. حالت خوابیدن بی خطر برای نوزادتان، خوابیدن به پشت در تخت کوچک مخصوصش در کنار تخت شماست. همه این اقدامات کمک می کند تا اقامت شما نزد ما پس از رویداد مبارک و پرهیجان زایمان تا حد ممکن بی خطر و راحت باشد. اگر سوالی دارید با کمال میل می توانید به پرسنل مراجعه کنید.